نظامیدین حسن پهلوان 5 کرات قهرمان جهان در کورش. آفرین محسن جان، شما نیز از همت و سخاوت پدری عزیز بهره‌مند شدید. شما را به منبر می‌خوانیم. با 10,000 سامانی مهنت‌های شما قدر گردیدند. مرحمت. محسن نظامیدین هستند. محسن جان مرحمت. خب 1 دقیقه رحمان علی جان بخشش. خب ببینیم. خب بچه ها کم ریشش خیلی ارزشی عالی دارد. هر لحظه که ما توجه میکنیم در حقیقت هم قدرشناسی صاحبکاران و تندوس ناحیه رشتان زمین خیلی هم در سطح والاست. سپاس و تشکر بار دیگر با این قدر مهمان نوازی قدرشناسی صمیمیتتان. بابای محب الله هم اراده و اطمینان جوانمردان ارزنده را شخصیت های برومندی که میدانداری عالی کردند و اینوبت گرفتند. نابوسته از آنی که در مرحله نهایی ناکام شدند آنها را هم به مکافات‌های پولی ارزنده قدردانی کردند. زیهی بابای مهربان و پیری خیرت تشکر. خوش آمدید بر آستان زمین. این دقیقه های آخرین میدانداری گشتین آوازداری رشتان زمین است. آلا مفروض عبدالرحمن، شما را نیز با 10,000 سامانی مکافات از جانب بابا جان و محب جان گردانیده شدید که به منبر میخوانیم. مرحمت. آلا مفروض برادر سرمربی منتخب جودوی کشور، یکی از پهلوانان شهرتیار مملکت، محمد مراد عبدالرحمنوف هستند. یک اشتر به نام شادمان رضایو. اگر در همین فاصله و وقتی باقی مانده ما یگان کس پیدا گردد خوب، اگر نگردد اشتر را توفه، بله، یک توفه ارزنده اشتر به شادمان رضایو تقدیم شد. شادمان خوش آمدن. سرچشمه کامگاری شما از کشتین اجدادی است. مبارک باشد. غزلشاه دولتشاه را هم برای هنرنماییشان در دور بعدی با یک تحفه ارزنده اشتر قدرشناسی می نمایند. سلامت باشید. اکنون سعید مومن شامرادوف، سعید مومن شریف زاده مادرها، شریف زاده سعید مومن را خواهش میکنیم که نزدیک محسن جان آمدن. از نام شخصیت های محبوب صاحبکاران ارجمند 10,000 سامانی برای تشریفتان در این تنتنه گشتین رشتان زمین. 5 کرات قهرمان جهان در کورشند و تاجیکستان آمدند و میدان رشتان زمین را زینت خاصه دادند. تشکر.
سعید مومینی کی بود؟ شاه محمدов رو ما در نظر دارم، راست میگید. شاه محمدов سعید مومین از جماعت دهاتی هایت وقت و برادران ارجمند